کمالگرایی ما رو تبدیل به ماشینی کرده که خیلی گاز میدیم اما با ترمز دستی بالا. آیا میتونیم از دستش خلاص شیم؟ برای اینکه نشون بدم میتونیم، تعداد زیادی از کتاب‌ها و مقالات رو بررسی کردم تا رازهاشو بهت بگم تا از شرش خلاص بشی. اولین قدم برای موفقیت توی هر چیزی اینه که بشناسیمش. برای شناخت درست از توضیح‌های زرد عبور میکنیم تا با حقیقت چش تو چش. کمالگرایی تلاشی برای عالی بودن نیست، دقیقاً برعکس. به خاطر ترسیه که از قضاوت و شرم داریم. به خاطر همینه که هیچ کاری نمی کنیم تا نکنه ناقص باشه و اینطوری فلج میشیم. اما موتور این ماشین غول‌پیکر چیه؟ موتور این ماشین اضطرابه. ما کمالگرایی رو یه ویژگی اخلاقی میدونیم، اما کمالگرایی یک استراتژی ذهنی برای مدیریت اضطرابه. ولی برای اینکه افتضاح بودنش رو بفهمیم باید نقطه مقابلش رو بدونیم. نقطه مقابلش تعالی طلبیه. تعالی طلب کسیه که استانداردهای بالایی برای خودش داره، برای اونا تلاش میکنه و میجنگه، اما هویت خودش رو به نتیجه اونا گره نمیزنه. کمالگرا میگه من باید کامل باشم تا ارزشمند دیده بشم، اما تعالی طلب میگه من ارزشمند هستم، پس برای همین سعی میکنم کارها رو عالی جلو ببرم. اگه که فکر میکنی تعالی طلب یه اسطوره خستگی ناپذیره، کاملا توی اشتباهی. تعالی طلب هم خسته میشه، کلافه میشه، فوش میده، اما رنج مسیر رو معنادار میبینه. اما کمالگرا رنج مسیر رو نشونه بیکفایتی خودش میدونه. با یه مثال عمقش رو خوب میفهمیم. یه تعالی طلب و کمالگرا با هم به باشگاه بدنسازی میرن. کمالگرا وقتی زیر فشار وزنه احساس درد میکنه، این درد رو نشونه بیکفایتی خودش میبینه و با خودش میگه نگاه کن بقیه رو چه وزنهایی میزنن و من چجوریم. اما یه تعالی طلب وقتی زیر فشار وزنه احساس درد میکنه، این درد رو نشونه ضعف نمیبینه بلکه نشونه رشد میبینه. توی یه جمله اگه بخوام بهت بگم، کمالگرا حتی اگه به هدفش برسه اصلاً احساس لذت و رضایت نداره. ما یه شناخت کلی نسبت به کمالگرایی پیدا کردیم، اما خیلی از کمالگراها میگن ما میدونیم فکرهامون غیر منطقی و آسیبزاه، ولی هنوز فکر میکنیم که باید کامل باشیم. دلیل این فکر اینه که این مشکل ریشه توی زخم عمیق‌تری توی ما داره. اما این ریشه ها چیه؟ تحقیقات پروفسور توماس کوران به طور شوک‌آوری نشون میده از سال 1989 تا 2016 کمالگرایی افزایش پیدا کرده. نسل جدید بیش از هر زمان دیگه‌ای حس میکنه که فشار و قضاوت روی اون قرار داره و اگه که کامل نباشه زندگی خوبی پیش رو نداره. اگه بخوایم واقع بین باشیم میبینیم که نسل ما بار سنگینی روی دوشش داره و اون به خاطر اینه که پیام سمی جامعه این شده که اگه تو شکست خوردی حتما و قطعا خودت لایق شکست بودی. توی سیستم‌های قدیم شکست اغلب به بخت و اقبال و حکمت خدا نسبت داده میشد، اما توی زمان حالا همه چی به خود تو برمیگرده. دیگه فقر و شکست شغلی یه مشکل اقتصادی به حساب نمیاد، بلکه نقص شخصیت و تنبلی محسوب میشه. اما ما فقط به خاطر عوض شدن این دیدگاه هاست که کمالگرا شدیم؟ جواب نه. از رقابت وحشیانه بازار گرفته تا رسانیه هایی که ما رو مجبور میکنن که خودمون رو با بقیه مقایسه کنیم. حتی گاهی کتاب ها و ویدیوهای انگیزشی هم بنزین روی این آتیش میریزن که اینو توی یه ویدیو مجزا در موردش صحبت کردم که حتما ببینش.
ولی هیچ کدوم از چیزایی که بهت گفتم به اندازه این یه جمله‌ای که بهت میگم ریشه اصلی کمالگرایی ما نیست. والدین ما از کودکی به همون یاد دادن که وجود ما براشون با نمره 20 ارزشمندتر. اما برای اینکه بتونیم درمان کنیم یه غول مرحله آخر وجود داره که اون شرم. اگه بخوام توی یه جمله بهت شرم رو بگم، وقتی که ما اشتباهی مرتکب میشیم به جای اینکه بگیم من اشتباهی رو مرتکب شدم میگیم من بدم و هویت خودمون رو زیر سوال میبریم. وقتی میگیم من بدم درد روانی غیر تحمل میشه و به خاطر تسکین اون شروع میکنیم به کارهای افراطی تا خودمون رو بی‌حس کنیم و وقتی توی این چرخه میفتیم روز به روز افسرده تر و خمیده تر میشیم. قبل از شروع درمان باید بدونی که ممکنه هفته اول حالت بدتر شه، اما اگه جسارتشو داشته باشی حتما نتیجهش رو میبینی. بزرگترین مانع درمان اینه که کمالگرا فکر میکنن فقط و فقط با تازیانه خودسرزنشگری میتونن خودشون رو مجبور به حرکت کنن. اما من بهت قول میدم که اگه کمالگرایی رو کنار بذاری سرعت پیشرفت چند برابر میشه. اما این وسط یه طنز تلخی وجود داره که باید بپذیری برای درمان کمالگرایی هم ناقص باشی. یعنی اگه بخوای کاملا کمالگرایی رو کنار بذاری دوباره توی اون لوپ میفتی. حالا اگه میخوای تو هم وارد دنیای لذت بخشتری شی این چند مرحله‌ای که میگم رو با دقت گوش بده. وقتی که شکست میخوری به جای شلاق زدن خودت مثل یک مربی دلسوز با خودت صحبت کن و دنبال مقصر نکرد. کارهایی که ناقص بودنش آسیب جدی به زندگیت نمیرسونه رو خیلی جدی نگیر، مثل بدخط نوشتن یا جزئیات توی روابط اجتماعیت. شکستت رو مدرک جرمی بر علیه خودت نبین. اگه میخوای بتونی اینو تمرین کنی وقتی یه اتفاق میفته یا یه شکستی میخوری به جای گشتن دنبال مقصر دنبال علت اون اتفاق بگرد. از ضعفات نترس و با اونا شروع به تعامل کن و اگه میخوای بیشتر در این باره بمونی منو سابسکرایب کن، چون توی ویدیو بعدی میخوام راز تعامل با ضعف‌هامو بهت بگم. و در آخر در دنیایی که همه داد میزنن که استثنایی باش، شجاعانه ترین کار اینه که معمولی بودن خودمون رو بپذیریم و دوست داشته باشیم. این به معنای این نیست که از رویاهامون دست بکشیم، بلکه فقط قرار بار سنگین خدای بی‌نقص بودن رو از دوشمون برداریم تا با واقعیت‌های ملموس زندگی کشتی بگیریم. برو و اولین اثر ناقص خودت رو با افتخار شروع کن. به دنیای واقعی خوش اومدی.